میرزا و شاهزاده عباس میرزا. این دو شاهزاده به لحاظ منش و شخصیت تقریبا نقطه مقابل هم بودند. سلطان حسین میرزای 26 ساله، نرم‌خو، آرام، انعطاف پذیر، اهل ریاضیات، زاهد مآب و مذهبی بود. به گفته شاه سلیمان، سلطان حسین شاهی صلح دوست میشد، شاهی در پی آرامش برای کشور. گزینه دیگر شاه سلیمان میرزای 23 ساله بود، قوی، مصمم، جنگجو، هوشیار، زیرک و باهوش. شاه سلیمان عباس میرزا را شاهی توصیف می‌کرد که امپراتوری را قدرت و وسعت می‌بخشد. هر دو شاهزاده در حرم بزرگ شده بودند و هیچ یک آماده زمامداری نبودند. سلطان حسین به پادشاهی برگزیده شد و نیمه تابستان سال 1105 هجری قمری تاجگذاری کرد. شاه سلطان حسین جنگجو نبود. او زاهد مآب، مذهبی، سوس عنصر و ناتوان در امور حکومتی و نظامی بود. خیلی زود لقب یخشیدیر گرفت، چرا که پاسخ معمول او به تمام مسائل حکومتی همین کلمه بود. شاه سلطان حسین به سرعت و عمیقاً تحت تأثیر مجتهدی به نام محمد باقر مجلسی قرار گرفت و پس از مدت کوتاهی با صدور فرامین مذهبی سختگیرانه ایران را به یک کشور مذهبی متعصب تبدیل کرد. عاملی که تا اندازه‌ای علت شورش‌های متعدد در مناطق سنی نشین کشور بود، به ویژه شورش‌های افغان‌ها در شمال شرق، شیروانیان و لزگی‌ها در قفقاز و کردها در غرب و شمال غرب. سرزمین‌هایی که افغانستان امروزی را تشکیل می‌دهند، به ویژه قندهار، هرات و کابل، عمدتاً میان ایران صفوی و هند تیموری واقع بود. افغان‌ها برخلاف اکثریت ایرانی‌ها سنی اند و شیعیان اکثراً در غرب افغانستان امروزی متمرکز شده‌اند. شورش آتی افغان‌ها فصلی دردناک از تاریخ ایران را تشکیل می‌دهد، فصلی که تا مغز استخوان انسان را به لرزه در می‌آورد. در سال 1110 هجری قمری طوایف بلوچ در جنوب شرق ایران دست به شورش زدند و خیلی زود شروع به تاخت و تاز در منطقه کرمان کردند. شاه سلطان حسین گرگین خان شاهزاده گرجی را مأمور سرکوب شورش کرد. گرگین وظیفه خود را انجام داد، اما نگرانی از تهدید بلوچ‌ها او را واداشت در کرمان بماند. گرگین محق بود، زیرا بلوچ‌ها در سال 1115 هجری قمری دوباره حمله کردند، اما این بار آنها به قندهار در شمال شهر یورش بردند. گرگین یک بار دیگر بلوچ‌ها را متفرق کرد و قندهار را نجات داد. گرگین که قبلا به مقام بیگلر بیگی گمارده شده بود، وارد قندهار شد و به